آیا می‌خواهی به پرو تبدیل بشی؟ مرحله 1 خم شدن. دقت بهتر در این مرحله میشه با استفاده از دکمه خم شدن برای دقت شلیک بهتر برای ناک فینیش کردن انمی ها ازش استفاده کرد. به طور مثال وقتی در حالت ایستاده قرار داریم اگر بخوایم روی انمی شلیک کنیم میبینیم که کنترل کردن ایم روی بدن و هد انمی یک خورده سخته. برای اینکه دقت شلیک بیشتر باشه با استفاده از خم شدن میتونی این کار رو انجام بدی و خودت تغییر رو حس کنی. مرحله 2 انگشت شست خود رو به آرامی کنترل کنید. در این مرحله میتونی با حرکت انگشت شست خود رو به پایین برای دقت شلیک و کنترل ریکویل گرفتن بهتر ازش استفاده کنی. مرحله 3 برای کنترل کامل از ژیروویسکوپ استفاده کنید. مهمترین بخش برای کنترل و دقت ریکویل یعنی لرزش سلاح و ایم، یعنی این گزینه مثبت شکل وسط تصویر، با استفاده از ژیروویسکوپ میشه مثل پرو پلیرها شلیک بدون نقضی داشته باشی. و اگر تا الان ازش استفاده نکردید و نمی کنید، پیشنهاد می کنم این بخش رو حتما فعالش کنید تا دقت شلیک در هنگام فایت های دور و نزدیک بهتر بشه. نکته بهتر از گزینه ژیروویسکوپ همیشه روشن استفاده کنی که حدوداً 80% موبایل پلیرها ازش استفاده می کنن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و برای نکات مهم درباره تنظیمات گرافیک، سنس، گیم پلی های جذاب، ترفندها، نکات TDM و کلاسیک پیشنهاد میکنم حتما چنل رو ساب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید تا ویدیوهای بعدی رو اولین نفری باشید که میایید و میبینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.